بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار واجمع الصلاة. استفاده کردیم از درامت روح افزای برادر گرامی ما استاد خالی سید نظام مبارز. همان گونه‌ای که شب‌های گذشته عرض کردیم یک از سنت‌های بسیار خوب و حسنه در مراسم‌های عزاداری در فرهنگ تشیعی افغانستان بحث منقبت‌خوانی است. ما امشب یک از پیشکسوتان و استادان منقبت‌خوانی و مداهیر در مجلس داریم. با کمال احترام از استاد حسین نصیر علیزاده خواهشمندید در جایگاه تشریف بیارید. انشاءالله همه با شما را با ذکر مناقب اهل بیت فیض برسانند. بر محمد و آل محمد صلوات.
چه سود؟ اونایی که التماس دعا کردن مریض دارن به خوب شفاخانه آمدی. چه نیاز دگر از نسخه چه سود؟ تو اگر دردی دارو درمان منه آقا جانم، به گدایی سری کوی تو عادت کردی. حسین جان منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند، خدا آنچه کند از تو هم جدا نکند. به گدایی سر کوی تو عادت کردم. این گدایی شرف و عزت و عنوان من است. حرم پاک تو بیت الحرم کعبه دل، کربلای تو بهشت من و رضوان من است. کردم اون نظر حسین جان، کردم نظر که عمری ز غمت گریه کنم. از دل کشم و بر علمت گریه کنم. گاهی در مادم تو بسی نظرم، گاهی بنشینم و زیر علمت گریه کنم. و غبار حرم کرب و بلایت سوگند آقا جانم، و غبار حرم کرب و بلایت سوگند. آرزومندار کربلا دوست دارم که شبی در حرمت گریه کنم. گلابی که ریزد از چشمم، بر گل‌های چیده آوردم، خون دل اشک دیده 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 آوردم. این گلابی که ریزد از چشمم، این گلابی که ریزد از چشمم، بر گل‌های چیده آوردم، خون دل اشک دیده آوردم، خون دل اشک دیده آوردم.
موج خروشان می‌تپد موج خروشان می‌تپد این کشتی عشق است این کشتی عشق است این خدا خدا مکن جانم حسین 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 مبرد سر مبرد تن مبرد سر مبرد تن در قتل و مات اسم حسین در قتل و مات اسم حسین باید بخونیم بر محمد و آل بیت محمد صلوات پروردگار و هدیه و نثار بفرما حاجات همه محتاجین منظورین و ملتمسین دعا حاضرین در مجلس به حق ما و الحوائج و الفضل عباس عز و امر آورده و خیر بفرما. مریضان جمعی مؤمنین و مسلمین مریضان مد نظر ملتمسین دعا کسانی که از اهل مجلس ما مریض دارند به حق بیمار کربلا
سجاد علیه السلام اسرع شفاء اجر کامل عنایت بفرما. پروردگار به حرمت شب عاشورا تا زنده هستی این بار تعزیت دار امام حسین قرار بده و همه ما توفیق تعزیت داری و آزاداری و پیروی از سیرت حضرت حسینی عنایت بفرما. پروردگار توفیق زیارت مکه معظمه، مدینه منوره، قبور امه، به ویژه زیارت کربلا در این 40 نصیب بفرما. پروردگارا تعجیل در فرج قرآن و صاحب العصر و الزمان عنایت بفرما. جمله یاران انصار حضرت قرار بده. اللهم اقض حوائجنا الشرعیه جزئیه و کلیه، جمليه و مطلقیه، ظاهریه و باطنیه، محمد و آله خیر البریه. ان شاء الله از این در بیرون حاجات بیرون نشوید و سلام. امام حسین علیه السلام وقتی از مدینه حرکت میکنه در حقیقت منشور نهضت و قیام خود را در قالب نامه به برادر خود محمد حنفیه می نویسیم. ان لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي و ابي علی ابن ابی طالب علیه السلام. من برای شرارت، برای ظلم، برای فساد بیرون نشدم، خارج نشدم، بلکه برای طلب اصلاح در امت جدم بیرون شدم. پس یکی از اهداف امام حسین علیه السلام بحث اصلاح طلبی است در جامعه. اريد ان امر بالمعروف، من اراده دارم، تصمیم دارم، هدفم اینه که امر معروف در جامعه زنده شود و انهی عن المنکر و منکر نهی شود، چیزی که نمیشد. اسیر به سیرت جدی، میخوایم سیره جدم، روش جدم، سنت جدم و ارزش های جدم را و همچنان ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام و پدرم علی ابن ابی طالب را زنده کنم. یعنی اگر شما بخواین کلیت هدف قیام امام حسین علیه السلام را بیان کنین در چند نکته میشه. یک، بحث اصلاح طلبی، دو، امر به معروف، سه، نهی از منکر، چهار، زنده کردن سیره جدش پیامبر و 5 زنده کردن سیره جدش یا پدرش امام علی السلام. یعنی در 5 کلمه و یا مفهوم بسیار بنیادی که اصلا اساس دین رو تشکیل میده. دین آمده انسان ها را اصلاح بسازه. امام حسین هم میخواست امت جدش اصلاح شود. دین آمده انسان ها را معروف و نیکویی امر کنه. امام حسین هم میخواست مطابق به دستور قرآن، مطابق به دستور خداوند مردمان زمانش و امت رسول الله را به معروف دعوت کنه. دین آمده ما را نهی میکنه از منکرات، از فحشا، از ظلم، از اجحاف. امام حسین میخواست که منکرات نهی شود. باید سیره جدش که در خلال 14 مخفول بان نبود یا از توجهات جامعه اسلامی رفته بود، میخواست او سیره زنده شه، او سیره پاک و او سیره که مستمسک است برای تمام مسلمان ها. قریص محترم، 72 تن یار وفادار، اینو کیا بودن امرای امام حسین؟ اگه میشه که برای ما معلومات بدین. ببینید، ما میتونیم از بیان پیامبر گرامی اسلام درک کنیم که یاران امام حسین کیا بودن. پیامبر میگه ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین. آنهایی که با امام حسین بودن آدمهای با ایمان بودن، آدمهای مؤمن بودن. مؤمن بعد خدا خودش در قرآن تعریف میکنه الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به غیب باور دارن و یقیمون الصلاة، نماز برپا میدارن و یؤتون الزکات، زکات رو میتن و صفات دیگه‌ای که در جزء 18 قرآن آمده. اینها در کنار از اینکه ایمان داشتن، معرفت نسبت به امام زمانشان داشتن. امام حسین میشناختن، جایگاهش میشناختن، هدفش میشناختن. لذا انسان‌های مؤمن با معرفت مخلص متحد که ایستادن به پای ارزش‌هایی که بهش باور داشتن و ایستادن تا آخرین رمق از دین، از امامش و ارزش‌هایش دفاع کنه. قاری صاحب، جهان سپاس، تشکر که وقتتون برای ما دادید. بسیار خوش آمدین. بخیر باشید. ممنون. بسیار خوش آمدید. السلام علیکم.
خب اعضای دل جهان سپاس تشکری میکنم که تا این لحظه که همیشه برنامه ما را تماشا میکنین. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپاریم. خدا حافظتان.